شاهین رستاف هستم، مدرس رسمی مایکروسافت و متخصص امنیت شبکه با بیش از 2000 نفر ساعت آموزش تخصصی شبکه. بیش از 18 سال هست که در این رشته زمینه فعالیت دارم و در خدمت شما هستم تا بتونم که این آموزش ها رو به صورت آفلاین و مشاوره ها و در واقع کلاس های آنلاین در خدمت شما باشم. جهت ورود به دوره مهندسی شبکه ابتدا در سایت ما عضو بشید یا اینکه زمانی که دارید در واقع مدرک رو خریداری میکنید پس از اون به شما در واقع وارد پنل میشید و بهتون تمام فایل ها و دوره ها برای دانلود یک جا در اختیارتون قرار گرفته میشه و میتونید اونها رو به صورت آفلاین و آپدیت شده داشته باشید. کلاس های آنلاینتون به این شکل هست که شما در بخش تیکت وارد میشید و سوال خودتون را میپرسید یا اینکه درخواست کلاس آنلاین میدین برای رفع اشکال یا ارتباط فیس تو فیس با استاد و ارتباط ریموت روی کامپیوترتون، یعنی همون لحظه ایراد شما براتون برطرف میشه برای کامپیوترتون. همچنین میتونید در بخش مدرک های من تمام مدرک ها و در واقع دوره هایی که گرفتین رو مدرکش رو همون لحظه با QR کد رسمی شرکت و به صورت ترجمه شده و رسمی قابلیت اتصال به لینکدین و قابلیت ارائه به کارفرمای خارج از کشور اون را ارائه بدید. خیلی خلاصه میخوایم راجع به نقشه راه شبکه با هم دیگه صحبت کنیم. دقیقاً موضوعی که بسیاری از دوستانی که میخوان وارد این رشته بشن باهاش مشکل دارن و نمیدونن از کجا شروع کنن. خیلی ها فکر میکنن اصلا شبکه نتورک پلاس هست، در صورتی که شما قدم اولی که در واقع در مراحل آموزش شبکه برمی‌دارید نتورک پلاس هست و اصلاً هم دوره خوبی برای استارت نیست، چرا که بسیاری از مطالب تئوری و یه جورای گرامر شبکه اصلاً حساب میشه و شما نباید خیلی وقت روی نتورک پلاس بذارید. درسته که پایه هست ولی تئوری محور هست. پس اولین مرحله این هست که شما نتورک پلاس رو به صورت خیلی اجمالی و حالت مرور مانند فقط مطالعهش بکنید تا با یه سری از تجهیزات شبکه و یک سری از قوانین شبکه آشنا بشید و خیلی هم نباید روی اون وقت بذارید. مرحله دوم مرحله‌ای هست که شما باید با سیستم عامل‌ها کار بکنید، یعنی نه اینکه بخواید برین و تجهیزات شبکه رو صرفاً کار بکنید یا با سیسکو استارت بزنید یا با میکروتیک استارت بزنید. اونها تجهیزات شبکه هستن. در واقع داخل یک شرکت و اداره اولین قدمی که شما برمی‌دارید این هست که روی اون اداره میاد ویندوز نصب می‌کنید یا حالا سیستم عامل هاشون رو براشون در نظر می‌گیرید که چه سیستم عاملی باشه. میتونه ویندوز سرور باشه، میتونه ویندوز 10 باشه. پیشنهاد من به شما این هست که یک شبکه‌ای که در واقع اصلا سرور نداره رو شما بتونید کانفیگ بکنید. در واقع 4 تا 5 تا کامپیوتر رو بتونید اصلا ارتباط بدید و ارتباطات امنیتیشون رو برقرار کنید، پرمیشن بدید، مجوز بدید، پرینتر شیر بکنید و از این جور مسائل خیلی ساده. پس دوره شبکه ویندوز 10 رو باید، حالا میتونه 11 باشه، منظورم ویندوز های کلاینتی هست، ویندوز هایی که سرویس گیرنده هستن، ویندوز هایی که اصلا نیاز به در واقع برنامه‌ریزی خاصی ندارن و شما داخل همون ویندوز میان و خیلی از این مطالب شبکه رو انجام میدید. پس به نظر من مرحله دوم ویندوز 10 یا یک ویندوز کلاینتی، حالا میتونه ویندوز 11 باشه. دیگه ویندوز 7 خیلی قدیمیه و ترجیحاً روی شرکت‌ها اصلا ویندوز 7 دیگه از نظر امنیتی هم نصب نمیشه. در این دوره شما با یک سری مطالب در واقع امنیتی، مطالب ارتباطی، مطالب مربوط به پالیسی ها و سیاست گذاری هایی که در یک شرکت میتونه انجام بشه آشنا میشید. در دوره ویندوز 10 من شما با مجازی سازی هم آشنا میشید. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه باید در داخل لپتاپتون بتونید شبکه تشکیل بدید، یعنی به صورت مجازی 2 تا 3 تا ویندوز رو با هم دیگه شبکه بکنید که نخواید به قول معروف با VMware ورک استیشن یا VMware ES6 ها که خیلی مرتبط با مایکروسافت نیست کار بکنید. ما در اینجا با هایپر-وی کار میکنیم. هایپر-وی یکی از ابزارهای خود ویندوز هست و نیاز به خریدن نداره، صرفا با زدن یک تیک اون فعال میشه و باهاش کار میکنه. یک سری فیلم نمونه هم در داخل سایت در بخش ویندوز 10 براتون گذاشته شده که میتونید ازش استفاده کنید و در واقع کامل هم هستند. دوره بعدی که شما باید باهاش کار بکنید در واقع دوره سوم، دوره ویندوز سرور هست. شما در ویندوز سرور یاد میگیرید که در واقع یک شبکه‌ای که در داخل اون تعداد کامپیوترها و تعداد کاربران بسیار زیاد هستند، در واقع آنلیمیتد هستند، رو بتونید مدیریت کنید به راحتی. چجوری؟ از طریق یک در واقع ویندوز سرور که مایکروسافت اصلا این رو ساخته برای همین.
شما یک ویندوز سرور در داخل یک شرکت نصب میکنید، بقیه کامپیوترها رو عضو این ویندوز سرور میکنید و شما اینجا یک مدیر آیتی میشید دیگه. در واقع میتونید پشت ویندوز سرور بشینید و تمام اون پرمیشن ها و پالیسی هایی که تک تک روی کامپیوترها میدادین رو الان از طریق سرور به کل شبکه القا بکنید. اگر دوره قبلی رو نمیگذروندین، الان نمیتونستید که مدیریت رو دقیقاً تشخیص بدید و ببینید دارید چی کار میکنید یا کجای شبکه هستید. خب تا اینجا شما تونستید سیستم عامل ها رو در واقع کلاینت سروری رو درک بکنید و داخل یک شبکه اون رو نصب بکنید. یعنی میتونید به عنوان یک مدیر آیتی داخل یک سازمان کار بکنید. حالا اون سازمان یک سری تجهیزاتی داره مثل فایروال های سخت افزاری، سویچ های سخت افزاری و راوترهای سخت افزاری. معمولا دو تا برند بسیار مهم مثل سیسکو و میکروتیک روی معمولا شرکت های داخل خاورمیانه نصب هستن. حالا ممکنه که فقط سیسکو باشه، ممکنه فقط میکروتیک باشه، یا اینکه ترکیبی از این دوتا باشه. به همین علت هست که ما حالا از نرم افزار در واقع سویچ میکنیم روی آموزش های سخت افزاری. سخت افزار هم دوستان این نیست که شما یه قطعه رو بخوای لمسش بکنی یا این رو مثلا دستت بگیری ببری اونجا ببندی. نه، اصلا اینها سیستم عامل هاشونه که مهمه. یعنی شما باید حتی در زمان آموزش هم با سیستم عامل هاشون بتونید کار بکنید. اینا داخلشون یک سری برنامه دارن که شما بتونید اینها رو برنامه ریزیش بکنید. ما با چی استارت میزنیم؟ با در واقع شاهان سخت افزارهای دنیا، سیسکو. سیسکو یک برندی آمریکایی از سان فرانسیسکو اومده. در واقع شرکت سیسکو سیستم اون رو اختراع و ثبت کرده و اصلا اینترنت رو سیسکو استارت زد. و این تجهیزات باعث شدن که در واقع در سازمان‌ها و شرکت‌ها شبکه ساخته بشه و اصلا شبکه تشکیل بشه. بماند که بعد از اون خیلی از شرکت‌ها اومدن کاپی کردن و خیلی از این مطالب رو اومدن در داخل تجهیزات خودشون گذاشتن. مثل میکروتیک که یک برند اروپایی هست، از لتونی اومده و بسیار هم قوی هست و برای سازمان‌های کوچیک استفاده میشه یا متوسط. برای زیرساخت مخابراتی از سیسکو استفاده میشه و برای سازمان‌های کوچیک و دفاتر کوچیک مثل بیمارستان‌ها، در واقع ارگان‌ها، دفاتر، اینها همه اومدن از میکروتیک استفاده میکنن. چرا؟ چون کار کردن باهاش خیلی راحت‌تر از سیسکو، قیمتش خیلی پایین‌تره و محیط گرافیکی GUI داره و مدیر آیتی‌ها باهاش خیلی راحت‌تر میتونن ارتباط برقرار بکنن. از طرف خیلی هم ساده‌تر از سیسکو هست. به همین علت شما دوتای اینها رو بلد باشید. ما با سیسکو استارت میزنیم. قوانین شبکه، راوتینگ ها، سویچ ها، ویلن ها، بسیاری از مطالب بسیار مفید رو برای شما در دوره سیسکو در واقع آموزش میدیم و بعد از اون وارد دوره میکروتیک میشیم. نحوه کار کردن دوره سیسکو به این شکل هست که شما ابتدا دروس تئوری رو مطالعه میکنید و بعداً همزمان با دروس تئوری پروژه های عملی شرکت را انجام میدید. این پروژه ها سناریوهایی هستند که در عمل و در واقعیت مدام دارن تکرار میشن و هر روز توی سازمان ها داره استفاده میشه. یعنی بلافاصله بعد از تئوری شما وارد مباحث عملی میشید و از شبیه ساز پکت تریسر داریم استفاده میکنیم. شبیه ساز پکت تریسر ساخته شده از طرف شرکت سیسکو برای آموزش تجهیزات سیسکو. چرا؟ شما نهایتاً آموزشی که برای سخت افزار سیسکو نیاز هست این هست که بتونید یه ارتباط اولیه باهاش بگیرید. یعنی اونجاست که فقط دستگاه رو شاید لمس بکنید و نیاز داشته باشید. از اونجا به بعد اونقدر تعداد دستگاه‌ها و سناریوها پیچیده‌تر میشن که اون تعداد و مقدار دستگاه شاید در دسترس شما نباشه و نیاز هست حتما از شبیه ساز سیسکو پکت تریسر استفاده بشه. سیسکو پکت تریسر در داخل آموزش‌های ما از سناریوهای اورجینال شرکت سیسکو که در آموزش‌ها و دانشگاه‌هاش استفاده میشه ما هم استفاده می‌کنیم که از این بابت خیالم راحت باشه که سناریوها اورجینال هستن و همون لحظه همزمان با آموزش شما سیسکو پکت تریسر هایی که ما در اختیار شما قرار میدیم داره در واقع آزمون از شما میگیره و چک میکنه کار کردن شما رو. عین یه استاد بالا سر شما هست و تمام کامنت های شما رو براتون چک میکنه و میتونید اون جاهایی که خطا یا اشتباهی انجام دادید متوجهش بشید و مجددا اون پروژه رو انجام بدید. اگر شما کارکت نشید، یعنی اون ایرادات شما در حین پروژه
برطرف نشه خب پروژهتون فیل میشه و حتی خود استاد هم نمیدونه که شما کدوم کامند رو کجا اشتباه زدید. به خاطر همین هست که شرکت سیسکو داره از این برنامه استفاده میکنه و در حین پروژه داره شما رو تریس میکنه و چکتون میکنه که کجا دارید اشتباه انجام میدید و این مورد باید نفر به نفر جدا جدا انجام بشه. اصلا چیزی نیست که در کلاس‌های عمومی بشه اون رو ترابل شوت کرد یا مثلا ما بتونیم بفهمیم شما کدوم کامند رو اشتباه زدید که در واقع کل پروژه دان شده و شاید یکی دو تا کامند رو بشه تشخیص داد، ولی در کل یک پروژه‌ای که شاید مثلا 20 تا 30 تا کامند داره رو از این طریق ما داریم شما رو تریس میکنیم، یعنی خود برنامه به صورت هوشمند داره شما رو چک میکنه و ایرادات شما رو بهتون میگه. بعد از اون وارد دوره میکروتیک میشید. در دوره میکروتیک شما با در واقع سخت افزار میکروتیک آشنا میشید. نرم افزار میکروتیک یا OS اون رو روی سیستم عاملتون نصب میکنید و پس از اون شما پروژه های واقعی میکروتیک رو برای اون سیستم عامل اجرا میگیرید. سیستم عاملتون به صورت ماشین مجازی داره ران میشه. این ماشین مجازی بودنش بسیار عالیه، چرا که در سازمان‌ها و در دنیای کلاد که الان خیلی 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 رواج داره اصلا سخت افزارها رو شما به صورت ریموت بهشون وصل میشید و چه بسا اصلا سخت افزاری وجود نداره و اون سخت افزار روی یک مجازی ساز نصب شده و به صورت واقعی داره در شبکه کار میکنه. در واقع من خیلی دارم تاکید میکنم روی این موضوع که سخت افزار حذف شده و به صورت کلاد یا به صورت ماشین مجازی در سازمان‌ها به صورت واقعی داره عملیاتی میشه و داره کار میکنه برای اون سازمان. حالا نسخه‌های کرک شده که من اصلا پیشنهاد نمیدم، توی ایران بسیار داره استفاده میشه و لایسنس های استفاده شده در سازمان ها و نسخه‌های قانونی هم بسیار داره کار میکنه در سطح کره زمین. خب شما الان تونستید با سخت افزار و نرم افزار در واقع شبکه ارتباط برقرار بکنید و یه مقدار حالا متوسطی هم با مجازی سازی هایپر-وی آشنا شدید تا اینجا که در واقع دوره نتورک پلاس، ویندوز 10، ویندوز سرور، سیسکو، میکروتیک رو گذروندین. تا اینجا بسیار قوی شدید و میتونید وارد یک سازمان بشید و در سوالات مصاحبه اون شرکت بکنید. اما نیاز هست که با دو تا دوره بسیار مهم هم آشنا باشید. دوره VMware ESXi هست، در واقع مجازی ساز شرکت ESXi. اینجا دیگه سیستم عامل VMware هست، نه برنامه VMware Workstation که به عنوان در واقع یک شبیه سازان ازش استفاده میکنن. VMware ESXi در واقع یک سیستم عاملی هست که روی سرورهای سخت افزاری HP، دل یا سرورهای دیگه نصب میشه و اون سرور رو ازش بهره وری میکنه و بسیار نیاز هست هر جایی که سرور هست، مخصوصا سرورهای HP وجود داره، شما با VMware ESXi هم آشنا بشید و بتونید اصلا مسلط باشید و بتونید به راحتی اون سرور رو در واقع مدیریتش بکنید از طریق این سیستم عامل محبوب. و اینجا هست که شما باید بعد از اینکه VMware ESXi رو خوندین بتونید اون درس‌های قبلی رو به عنوان مثال راوتر میکروتیک رو به صورت مجازی توی ESXi اد بکنید. اون دستگاه سیسکو رو بتونید تشخیص بدید الان کجای شبکه قرار گرفته. اون سیستم عامل سرور رو بیاین اینجا نصبش بکنید. اون ویندوزهای کلاینتی رو باز هم به صورت مجازی ران بکنید. و همه این درس‌ها رو دارید توی ESXi ایمپورت می‌کنید. در واقع نتیجه عملیاتی شما اینجا داره خودش رو نشون میده و اینجاست که شما یک متخصص شبکه دارید میشید و در واقع تسلط به تمام این پازل‌های شبکه پیدا کردید و میتونید یک اینفراستراکچر یا یک زیرساخت شبکه رو اینجا پیاده سازی کنید در حد مطلوب. از این لحظه به بعد شما نیاز هست که امنیت شبکتون رو برقرار کنید. یعنی چی؟ یعنی حالا این شبکه‌ای که ساختین رو براش دیوار بکشید، تست نفوذ بزنید، باگ‌های امنیتی یا ورژن‌های قدیمی رو تشخیص بدید. این کار توسط سیستم عاملی به نام کالی لینوکس داره انجام میشه که در واقع دوره‌ای هست به نام تست نفوذ. برای اینکه شما کلاً وارد بحث امنیت شبکه بشید، دوره تقریباً ساده‌ای هست به نام CEH یا در واقع هکر قانونمند که به شما کمک میکنه که
که اصلا مفاهیم هک و امنیت رو درک بکنید، اما داخلش پروژه‌ای وجود نداره. پروژه ها میره داخل پنتست یا همون کالی لینوکس یا تست نفوذ. ما اومدیم این دوره CH و پنتست رو با هم دیگه ادغام کردیم برای اینکه بتونید شبکه‌تون رو بهش در واقع نفوذ بکنید و شبکه خودتون رو و ایراداتش رو برطرف بکنید. اگر صرفاً شما به شبکه فقط نفوذ بکنید اما دوره‌های قبلی رو نگذرونده باشید که حالا زیرساخت رو درک نکرده باشید و نتونید به شبکه‌تون در واقع پس از نفوذ امنیت لازم رو القا بکنید، این اصلا فایده‌ای نداره. پس دوستانی که مستقیم میرن سراغ دوره امنیت شبکه، این کار اشتباهه. صرفا یک سری کدها یا برنامه‌ها رو به صورت خیلی اجمالی یاد میگیرن و نمیتونن ایرادات امنیتی اون شبکه رو برطرف کنن. بعد از گذراندن این دوره شما در واقع کامل میشه دورتون. یه مهندسی شبکه در واقع بهش در حد یک مهندسی شبکه یا اکسپرت در واقع تخصص پیدا میکنید و جایی بین تمام مدیران آیتی پیدا خواهید کرد و میتونید با همدیگه گفتگو کنید، زبان شبکه رو بلد شدید، میتونید در مصاحبه های داخل یا خارج از ایران شرکت بکنید و به موفقیت های بسیار زیادی چه داخل ایران چه خارج از ایران دست پیدا بکنید. این یک مجموعه کاملی هست که ما اسمش رو گذاشتیم پکیج مهندسی شبکه 0 تا 100 راهبرد. طی مدت 8 سال ساخته شده و در واقع تلاش کردیم که تمام پروژه هایی که شما در یک شرکت نیاز دارید رو به عنوان زیرساخت شبکه درک بکنید و به اونها مسلط بشید. در پایان خدمت شما مدارک آنلاین ترجمه شده هم ارائه میشه که این مدارک رو میتونید با شرکت‌های داخل یا شرکت‌های خارج به اشتراک بذارید و به راحتی استعلام بگیرن و در داخل سایت شرکتی ما که .co.ir داره، در واقع یک سایت رسمی شرکتی هست، براتون رزومه میشه و میتونید از سوابق و در واقع مزایای اون استفاده بکنید. میتونید در داخل لینکدین همون رو شیر بکنید. تفاوت مدارک آنلاین و مدارک فیزیکی کاغذی به همین هست که مدارک آنلاین قابلیت شیر و اشتراک و استعلام را داره، مثل خود مدارک مایکروسافت و سیسکو که اونها مدارکشون رو به صورت آنلاین به شما در واقع ارائه میدن. ما هم به همین شکل مدارکمون رو داریم ارائه میدیم و امضا کننده اون که در واقع من هستم، مدرس رسمی مایکروسافت هستم که در داخل سایت مایکروسافت قابلیت استعلام داره. پس این مدرک برای شما میتونه معتبر و قابل ارائه باشه. و همچنین این دوره صرفا فیلم های آموزشی نیست. در کنار این فیلم ها در طول دوره که ما 3 ماه رو در نظر گرفتیم که شما تو این 3 ماه میتونی به این نتایج بسیار مطلوب برسی به واسطه اینکه حدودا روزی 2 ساعت مطالعه داشته باشی و یک لپتاپ حالا تقریبا خوب داشته باشی، کورای 5 باشه، رمش 16 گیگ باشه، هاردش SSD باشه. حالا لپتاپ های یوزد یا مثلا کار کرده هم میتونه با قیمت 10 میلیون 15 میلیون تومان هم حالا تهیه بکنید که این سخت افزار رو داشته باشن. و به واسطه این تمرین شما بعد از این 3 ماه در واقع در طول این 3 ماه ما شما رو پشتیبانی خواهیم کرد. هر سوالی داشته باشید به ما تیکت میزنید، ما حتی نیاز باشه ریموت میزنیم به سیستم شما و اون مورد خاص شما رو برای شخص شما برطرف میکنیم که این یکی دیگه از مزایای پکیج مهندسی شبکه راهبرد هست. و همچنین کلاس های از پیش رکورد شده رفع اشکال هم در اختیار شما قرار میگیره که در اونجا هم بسیار نکات عملی و سوالات احتمالی شما هم جواب داده میشه و این باعث میشه که استهلاک آموزشی شما بسیار کاهش پیدا کنه. با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای شما دوستان عزیز.